به نام خدا، سارا هستم، مدیر و مربی آموزشگاه ساردوخت. توی جلسه قبل اندازه ها رو برای شما توضیح دادم و توی این جلسه میخوام الگوی بالاتنی متریک رو براتون توضیح بدم. خب ما گفتیم به یه سری اندازه ها نیاز داشتیم توی الگوی متریک. خب اندازه رو که از جدول سایز در آوردیم یا میتونیم از اندازه شخصی هم استفاده بکنیم. فقط نیاز به این اندازه داریم که روی بدن شخص باید این اندازه ها رو در بیاریم و یه سری اندازه فرعی که من همه رو توضیح دادم خدمت شما دوستان. حالا ما طبق همین اندازه ها شروع میکنیم به الگو کشی. اولین کاری که توی رسم الگو هستش، ما میدونیم که میخوایم این الگو رو روی یک کاغذ الگو پیاده بکنیم. خب معمولا کاغذهای الگو سمت در واقع عرض و طولشون 70 در 1 متر هستش و معمولا در عرض و طول یه مقداری کجی ممکنه داشته باشن. ما میایم همیشه برای اینکه الگومون رو درست و راست و مستقیم و بدون ایراد بکشیم، همیشه 2 سانت از قسمت پهلو و 2 سانت هم از بالا پایین میایم و 2 تا خط راست عمود بر هم رسم میکنیم. پس برای رسم الگو ابتدا 2 خط راست عمود بر هم رسم میکنیم. ما محل تلاقی این 2 تا خط رو نقطه 0 مینامیم. پس اولین کاری که توی رسم الگو میکنیم، من همه رو اینجا یادداشت میکنم تا شما هم داشته باشین. 2 خط عمود بر هم رسم میکنیم و محل تلاقی رو نقطه 0 مینامیم. خب بعد از اون خب به این خط چی میگم؟ به این خطی که به صورت عمودی هست، به این خط میگن خط مرکزی پشت یا خط CB، خط مرکزی پشت یا خط مرکزی یا خط CB هم مخفف کلمه سنتر بک هستش، خط مرکزی پشت. اما میریم سراغ ادامه الگو. خب ما از نقطه 0 همیشه به اندازه ثابت 1.5 سانت پایین میایم. پس مرحله بعد توی رسم الگو از نقطه 0 1.5 سانت پایین میایم. حالا من توی الگو کشی یه جوری اینو خلاصه می نویسم. خلاصه این هستش که من از 0 که میام پایین علامت میزنم، اینجا خط کشم را یا گونیام رو هر وسیله اندازه گیریم رو روی نقطه 0 میذارم، 1.5 سانت میام پایین علامت میزنم، اینو نقطه 1 در نظر میگیرم. پس اینجا بخوام خلاصش رو بنویسم، من همه رو خلاصه نویسی میکنم دیگه. می نویسم 0 به 1 برابر است با 1.5 سانت ثابت. مرحله بعدی مرحله 3 از خب حالا همین 1.5 سانت که اومدم پایین، یه مقداری به سمت داخل الگو گونیا میکنم، یعنی در واقع این رو یه خط عمود بر خط CB یه مقداری رسم میکنم. این خط 1 میشه خط گردن من. اما از نقطه 0 این دفعه باز هم به اندازه بلندی کف حلقه پایین میام. بلندی کف حلقه توی فرمول من برای شما در آوردم. بلندی کف حلقه فرمولش این بود که میشه 1/10 دور سینه به اضافه 12.3 ثابت و مقداری آزادی. پس از نقطه مرحله بعدیمون اینجوری می‌نویسم: نقطه 0 به نقطه 2 برابر است با بلندی کف حلقه. فرمولش هم که اگه خواستم اینجا می‌نویسم 1/10 دور سینه به اضافه 12.3 ثابت. پس اینجا اندازه میدارم، قبلا به دستش میارم، شده 21/10. 21/10 رو میام پایین و اینجا علامت میزنم، نقطه 2 مینامم. خب این نقطه 2 رو هم به خط مرکزی پشت گونیا میکنم مقداری و این میشه خط سینه من، خط سینه یا کف حلقه، بهش میگن خط سینه یا کف حلقه. مرحله بعدی مرحله 4 از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین میام و علامت میزنم. پس از نقطه 1 به اندازه اینجا بلندی بالاتنه پشت من
40 هستش. از نقطه 1 به اندازه 40 سانت از نقطه 1 به اندازه 40 سانت به سمت پایین میام و علامت میزنم، نقطه 3 مینامم. پس می نویسم نقطه 1 به 3 برابر است با بلندی بالاتنه پشت. و باز هم این رو به سمت داخل الگو گونیا میکنم، به خط CB عمودش میکنم، عمود به خط CB تا یه مقداری عمود میکنم. حالا از نقطه میخوام خط شیب، به این میشه میگن خط کمر من، خط کمر. حالا از خط کمر به سمت پایین به اندازه بلندی باسن علامت میزنم. پس نقطه 3 به 4 برابر است با بلندی باسن. بلندی باسن هم توی اندازه ها من دارم. بلندی باسن 20 ممیز 6 دهمه. اگر میتونی نبود من از روی اندازه 60 رو اندازه میزنم و به اندازه 20 ممیز 6 دهم بلندی باسن رو اینجا علامت میزنم و نقطه 4 مینامم. نقطه 4 رو هم باز هم گونیا میکنم به سمت داخل الگو یا عمود بر خط CB امتدادش میدم. خب اینا خطوط عرضی ما هستن. یه خط عرضی که دیگه که داریم خط سرشانه هستش. من خط سرشانه فرمولش رو باز هم برای شما گفتم. اینجا گفتیم که خط سرشانه 1/5 کف حلقه منوی 7 دهم سانت یا خب خط کف حلقه چند به دست اومد؟ 21 و 1 دهم. 1/5 رو به دست میاریم، فرض میکنیم میشه 4 و 2 نیم میل. حالا منهای 7 دهم میل تقریبا میشه 3 و نیم، تقریبا میشه 3 و نیم. پس از نقطه 0 به اندازه 3 و نیم سانت من پایین میام. از نقطه 0 به اندازه 3 و نیم سانت پایین میام و نقطه 5 مینامم. پس 0 به 5 برابر است با 1/5 فاصله 0 تا 2 یا کف حلقه. خب پس من توی این قسمت بودم که نقطه 5 رو براتون مشخص کردم. گفتم 5 میشه 0 تا 5 1/5 فاصله 0 تا 2 یا بلندی کف حلقه منهای 7 میل. اما میریم سراغ نقطه بعدی، نقطه 6. نقطه 6 رو من فاصله من عرض کادرم رو میخوام اینجا مشخص بکنم. از نقطه 2 روی خط سینه به اندازه 1/2 دور سینه که اینجا من براتون توضیح دادم عرض کادرم چجوری به دست میاد. 1/2 دور سینه به اضافه یه مقداری آزادی. 1/2 دور سینه شد 44 به اضافه آزادی 3 سانت من کردم شد 47 سانت. پس من 47 سانت رو از نقطه 2 به این سمت علامت میزنم و مشخص میکنم. نقطه 6 به دست میاد. نقطه 6 رو پس 2 به 6 میشه 1/2 دور سینه به اضافه مقداری آزادی. این نقطه 6 رو من به سمت پایین و بالا گونیا کردم. پس نقطه 6 رو به سمت پایین و بالا گونیا کردم و این خطوط کمر و باسن رو امتداد دادم تا این خطی که گونیا میکنم خطوط کمر رو در نقطه 7 و خطوط باسن رو در نقطه 8 قطع بکنه. و اما برای اینکه کادر رو کامل ببندم باید بلندی بالاتنه جلو هم رو که اینجا اندازش رو داریم توی جدول سایز، بلندی بالاتنه جلو 40 سانتی متر هستش. از نقطه 7 به سمت بالا علامت بزنم. پس 40 سانت رو از نقطه 7 به سمت بالا علامت میزنم، میکشمش و نقطه 9 مینامم و این میشه قد بالاتنه جلو و این خط رو هم میکشم امتدادش میدم تا کادر من بسته بشه.